او میگن گدوی که اسیری لشکرش گردم گدوی کشورش گردم گدوی همینجا باشم و پوچوی همینجا نه گپاروست. شما خودتون بوده در روسیه؟ 3 بار رفتگم. مگه مور تلاش گرفتن پاسپورت کرده بوده؟ نه همین 3 بار کور رفتگم فقط فریب کردگم گپاروستش. میخوایم 100% میخوایم. چی نقش داشته میتونه پاسپورت؟ نقش پا بسیار رول باز میکنه. من از سال 96 تا 2001 در روسیه بودم اون که پاسپورت نمیخوام. من میخوام گراجدین ترکستان باشم. اگه برام تلاش نکردید؟ نه این ضرورت هم نبود برای او در روغن کار کردم وطن خمالو بود کسی. به پاسپورت مشکل ای گرفته و همه باجو شده وای میکنن. خیلی وای میکنم که او چی داشته باشن که یه چیزی را که میخوام در وطنم قدم میتونم. اگر نشاطی همی زندگی آدم اساس برای زندگیش پیش بردن برای پوله تمام بیزنس رو میتونی در اینجا بسازی یکان مشکلی نداره و آدمی بکله در همه جا بکله کارش بود میکنه ضرورت نیست این فکری من خواستم بگیرم من که نگرفتم نشده اسپورت ریسی که من بود ولی نه این راه ها که مخدم شده بودم میرفتی به پرابلم